وصل التوبة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحث ما در رابطه با آیات عبادات اجتماعی است. عباداتی که هم عبادت هستند و هم مربوط به جامعه و اجتماع میشه. آیه 267 68 و 69 268 و 69 سوره بقره ادامه همون آیات قبلی است که آیه را دیروز هم محضر شما تلاوت کردم. الشیطان یعیدکم الفقر. آیات مربوط به عبادات اجتماعی و یکی از عبادات اجتماعی انفاق هست. قبل از اینکه وارد بحث شوم تبریک عرض میکنم عید میلاد حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام را، امامی که معروف و مشهور است به کریم اهل بیت عصمت و طهارت، امامی که بخشش و کرامت و انفاق او زبانزد عام و خاص بوده است، آنقدر که دوست و دشمن نسبت به کرامت او اعتراف کردند و او را به عنوان کریم خاندان پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه شناختن و معرفی شد. البته برخی از اوصاف خود توقیفی است از جانب حق تعالی در رابطه با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. این صفت شاید توقیفی هم نباشه، بلکه این صفت برگرفته از عملکرد شخصی آن حضرت است که بعد از آنکه آن همه محبت و مهربانی و دستداد و لطف و کرمش نسبت به عام و خاص کثرت پیدا کرد و زیاد شد تا بالاخره معروف شد در کل مدینه و اطراف شهر مدینه منوره به عنوان کریم اهل بیت عصمت و طهارت. حتی دشمنان آن حضرت هم آن حضرت را به عنوان کریم می شناختند و کریم بودنش زبانزد عام و خاص بود. حالا بعد از عرض تبریک، این میلاد به مناسبت هم با موضوع بحث ما نیست، هم مسئله انفاق است، اکرام است و اطعام است، و هم رسیدیم به روز مولود و عید مولودی که اون شخصیت و اون صاحب عید معروف به کرم و موصوف به کریم بودن است. کریم صفت مشبه است، یعنی کسی که دارای این صفت هست و همه او رو به این صفت میشناسند. در بین اهل بیت عصمت طهارت حضرت آقا امام حسن مجتبی به کریم بودن موصوف و معروف شده است. اما آیاتی که بحث میکردیم، عرض کردم تا رسیدیم به این نقطه که موانع انفاق چیست
عرض شد دو مانع بسیار مهم است که جلو انفاق را میگیرد و جلو انفاق را از مؤمنین میگیرد و اون دو مانع وسوسه شیطان است نسبت به فقر و دوم وسوسه شیطان است برای فحشا. در تفاسیر که نگاه کنیم، خب نسبت به این که چگونه فحشا را اینجا آوردن کمی دچار تزلزل شده است. تزلزل به این معنی که خب اونطوری که باید و شاید که این کلمه را با بقیه آیات بچسباند عرضم خدمت شما نیامده است، تعبیر زیبا نیامده است. ولی من احساس میکنم در بعض از تفاسیر هم آمده این که منظور از این فحشا همونطوری که شیطان انسان را وسوسه به فقر میکند وسوسه به فحشا میکند، وسوسه به فحشا میکند، یعنی میترساند شما را از اینکه با دادن مال خود در راه خدا فقیر میشی. از اون طرف میگه تا این مال رو میدی، مثلا تعبیرهایی که دیروز کردم شاید شایسته هم نباشد، تا این مال رو به یک عده‌ای میدی که نه اهل کار نه اهل بار، خب خودت برو مصرف کن، برو عیش و نوش کن، برو کیافی کن، برو عیاشی کن، برو سفر، برو پلو چلو بخور و امثال اینها مهمانی های آنچنانی ترتیب بده. این میشه فحشا. و گفتیم فحشا مطلق کار زشت را میگوید، هرچند که در اصطلاح فحشا اطلاق شده است بر به عفتی، ولی در اینجا احتمالاً که حقیقت هم همین شاید باشه، مفسرین هم همین را بیان کردن، مناسب با سیاق آیات اینه که مطلق کار زشت فحشا گفته میشه. مطلق کار زشت فحشاست و شیطان با وسوسه کردن انسانهای مؤمن به این که برو فلان کار را انجام بده، اینقدر اسراف کن، تبذیر کن، خود را به مردم نشان بده، برو مهمانی اینچنانی بگیر، یا برای فرزندت یک عروسی بگیر که فرض کن در بین شهر نمونه نداشته باشه، یا برای خودشون. کسایی هستن الان راستی وقتی که میخوان یک برنامه رو بگیرن میگه کاری بکنیم که چشم شهر را کور کنیم، یعنی اینقدر خرج کنم، ویل خرجی کنم، عیاشی و کیافی را بندازم که همه مردم چشمشون کور شود یا از حسادت مثلا بسوزن. این وسوسه های شیطانی است، همون چیزی است که مانع انفاق میشه. موانع انفاق یکی ترسی از فقر، دوم امر و وسوسه به فحشا. اما در عوض همونطوری که عرض شد خداوند هم دو وعده بزرگ داره. وعده های شیطان فقط جنبه وسوسه‌ای داره، ولی وعده های خداوند جنبه تحققی داره، محقق میشه. والله یعدکم مغفرة منه و فضلا. خداوند دو چیز، دو هدیه برای شما داره، یک مغفرت در مقابل انفاق و دوم فضلا، یعنی علاوه بر اینکه خداوند مغفرت شامل حال شما میشه، فضل و برکت و ازدیاد در نعمت و روزی هم برای شما زیادتر و زیادتر بر مزید خواهد شد. والله واسع علیم. مردم بدانید که خداوند واسع و علیم هستش، هم واسع علیم هستش، یعنی در پیش او که قبلا همین محضر شما ارائه شد، در پیش او این قدر عطایایی که شما احساس کنید زیاد هست، حتی 10 برابر 1000 برابرش برای او چیزی نیست. او واسع تر از همه این هست و آگاه هم هست به کار کردار شما. بعد در آیه بعدی میفرماید که یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این البته هر آیه‌ای که نازل شده جمله کاملش در موارد متعدده قابل استدلال و قابل استناد است. این آیه حکمت هم مناسبتی با
موضوع بحث و آیات سابقه داره و هم خودش، یعنی خودی همین آیه به نفسه آیه بسیار بزرگ است راجع به حکمت و راجع به این که انسان میتواند حکمت‌های الهی را دارا شود. خداوند است که میتواند حکمت را در درون انسان، در قلب انسان، در مغز انسان نازل بکند و وقتی هم که این حکمت نازل شد کارهای حکیمانه، صحبتهای حکیمانه و حرفهای حکیمانه از او انسان میشنود. اما اون چیزی که مناسب بحث ماست، یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اونجا شیطان انسان را وسوسه به فقر را وسوسه به فحشا میکرد. اما یک انسان حکیم، یک مؤمنی که حکیم باشه و دارای حکمت باشه، از این وسوسه ها هراس نمیکنه، تن به این وسوسه ها نمیده، دنبال این وسوسه ها نمیرود، بلکه او حکیم است و میداند چه کار بکند. لذا دنبال رحمت و مغفرت الهی و دنبال فضل الهی است، دنبال ازدیاد رزق است. و خداوند هم رزق را و ازدیاد رزق را در چه قرار داده؟ در انفاق قرار داده. ازدیاد رزق را در انفاق قرار داده. این میشه حکمت. یک انسانی که دارای حکمت هست میفهمد که من چه کار کنم که هم اطاعت خداوند بشه و هم نعمتهای خدا برای او زیاد بشه و عرض و خدمت شما خودش و وجدانش راحت باشه. لذا یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. آگاه باشید که و واقعیت جامعه هم همین رو نشان میده. وقتی ما ببینیم میگه و ما یذکر الا اولو الالباب، فقط انسان هایی که صاحب اندیشه های بلند و فکر بلند هستند از این حکمت بهره‌مندن و بهره برداری میکنن. اما در عالم بیرون شما میبینید که اولی الالباب کم پیدا میشه. شما بیشتر میبینید که زحمت میکشن، تلاش میکنن، مال خوبی هم جمع میکنن، اما همه را یک شبه به خاطر یک مراسم ناچیز و یک برنامه ناچیز همه را برباد میدن. مثلا اگر یک عروسی باشه، یک برنامه دیگه باشه، یک جای باشه که نام و نشانش در اونجا مطرح باشه، شما میبینید که چقدر خرج میکنن، ولی برای انفاق و برای حکمت الهی و برای اینکه با وجدان خودش را تابعیت از وجدان بکنه، شما ببینید که خیلی نه، اینطوری نیست. متاسفانه در دام شیطان اسیر میشن، یا از ترس فقر یا عرضم خدمت شما به خاطر وسوسه های فحشایی شیطان تسلیم اوامر شیطانی میشه. این به خاطر این میگه که و ما یذکروا، متذکر نمیشه، آگاه نمیشه نسبت به این حکمت الهی الا اولو الالباب، فقط صاحبان عقل و اندیشه های و فکرهای بلند به اینها میرسه، نه هر کسی. و ما انفقتم من نفقة او نذر من نذر فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. اون مقدار از مال خود را که در راه خدا انفاق میکنین، هر مقداری که باشه، هر نفقه‌ای که باشه، او نذرتم من نذر، یا اون چیزی را که در راه خدا نذر میکنید که اون روز من عرض کردم یکی از موارد انفاق، اونم انفاق واجب، نذری که انسان بر عهده میگیره، مثل همین موردی که بین شما معروفه، مالی را برای امام علیه السلام یا نذر امام میگیرید، اینها نذر و واجب الادا هم هستش. نیست که بگیم خب ما یک چیزی به عهده گرفتیم خلاص، نه، واجب الادا هم هست. دیروز شنیدم یکی از علما نسبت به این مسائل تشکیک کرده، نسبت به این نذرهای ما و شما تشکیک کرده، نذرهایی که میگیرن برای میت‌ها یا برای اولاد طاهرینشان، خب تشکیک کرده. این ناشی از عدم درک خیلی از واقعیت هاست. هر نذری که ما میکنیم برای
ائمه اطهار لله و فی الله هست. آقا آگاه باشید، بارها گفته شده از طرف علما، از طرف مراجع تقلید، از طرف اهل علم و معنا، این که ائمه اطهار و اولاد طاهرین، اونایی که ثابت شدن که اینها عبادالله المخلصین هستن، همه ابواب الهی هستن، همه طرق الی الله هستن. انسان در مسیر خود رسیدن به خدا هرچی مصرف کند برای خدا هست. شما هرچی در مسیر حج، سوال میکنم آیا هرچی در مسیر حج مصرف میکنید، رفتن به حج، آیا این مصرف برای خدا و در راه خدا هست یا نیست؟ ای مسلمان، آیا حج نعوذ بالله بوته که ما برای او داریم مصرف میکنیم، میریم اونجا دورش میگردیم؟ نه، دستور خداوند است، گفته از این طریق بیایید، از این طریق بیایید به خانه من، از این طریق بیایید به سوی من بیایید. دستور الهی. درست استاد، این دستور خداوند است. و چیزی که در این مسیر خرج میشه برای حج، برای اون چهار دیواری که الان بعضی از جهلای مسلمین میگه و اگر مسلمین میگذاشتن ما این چهار دیواری رو خراب میکردیم چون این بوتی شده برای انسان ها. نه، این دروغ، این جهل. اون طریق الا الله هست. ائمه اطهار، پیغمبر خدا، هر چی که در مسیر اینها مصرف میشه کل مصرف، مثل مصرفی در حج است. چون خود خداوند در قرآن کریم در این آیه به صراحت گفته، چی فرموده؟ برها این آیه رو من خواندم: و اذا سألک ای پیغمبر من، هر کس از طریق تو و از تو من را بخواهد فإنی قریب. و این قریب. مردم آیه قرآن را خوب گوش بدین، بخوان. و اذا سألک، تو از من بخوان، ببخشید من را از تو بخوان. مگر مردم نمیدونن خدا رو چه از خدا نمیخوان؟ دست به آب بلند سمت آسمان. اما خدا میگه نه، این کار نکنید، از طریق پیغمبر بیایید، از طریق کسانی که نفس پیغمبر هستن بیایید، و از طریق اولیایی که متصل به خدا و پیغمبر هستن بیایید. اونجا هست که من نزدیکم به شما، اجیب دعوت الداعی اذا دعا. نه همیشه. لذا این نظرها علما، اولایی که میشنوین، اولایی که برای شما تشکیک شده، و مثل اون جهلایی که میگن خانه خدا نعوذ بالله هر کس دور این میچرخه کار اشتباه میکنه. خب اینم همینه، خانه خدا نماد ائمه خدا، پیغمبر خدا، واقعیت اون خانه است، واقعیت طریق الی الله هستند. اینها هستند که طریق واقعی به سوی خدا و باب الهی هستند. و ما در این مسیر هر چی که مصرف کنیم لله، نه برای اونها نیست. اصلا اونها موضوعیت نداره، هیچ موضوعیت نداره، نه پیغمبر، نه امام، نه ولی از اولیاء الهی موضوعیت ندارن، بلکه همه و همه طریقیت داره. نماز ما و شما طریقیت داره، روزه ما طریقیت داره، زکات ما طریقیت داره، دادن به فقرا طریقیت داره، احترام به والدین طریقیت داره که در ردیف تعبد به خدا هست. همه اینا طریقیت داره. و الا خداوند میاد بعد از خودش پدر و مادر رو مطرح میکنه؟ مگر پدر و مادر نعوذ بالله بوده؟ نه، هیچ کدام اینها بود نیست. همه طریق الی الله، خدا بگفته اینا طریق به سوی من هست. لذا ما نظرتم من نظرین، هر چی که نظر میکنین و چی که نفقه‌ای که میگین، اینا چیه؟ فإن الله یعلم، خدا اینها را میداند، خدا آگاهی به اونهاست و درک میکند. ارزم خدمت شما. بله. و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. خدا اینا را میداند و میبیند. و اما ظالمین هیچ گونه پشتیبانی ندارن. اونهایی که ظلم میکنن در حق خودشون، در حق خدا، نه نذریه نه انفاقه. ببین کسی که انفاق نمیکنه و یا سائل را ممکنه با تشر که مثالهایی هم زدم از در خانه خود رد میکنه، اینا ظالم هستن. خیال نکنن که خب فقط از در خود یک سائل رد کردن. نه،
در حق یک مظلوم ظلم کردن، در حق سائل ظلم کردن، حتی در حق خودشون ظلم کردن، برای اینکه از نعمتهای بزرگ الهی خود را محروم کردن. مال الظالمین من انصار، اینا هیچ گونه پشتوان خداوند یعنی کمکشون نمیکنه دیگه. دیدین که در قصه هم خواندین که اونایی که واقعا با مستمندان تشهر میدن، از در خانهشون رد میکنن، که خداوند در قرآن کریم فرموده است و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، اونا را از در خانهشون نهر میکنن، رد میکنن، اینا ظالم هستن بدانن و خداوند اینا رو کمک نمیکنه. اما در عوض کسانی که انفاق میکنه خداوند اینا رو کمک میکنه، فضل میده. لذا عرضم خدمت شما، چون که مناسبت هم داره با امروز و صاحب امروز که حضرت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام باشه، شما ببینید آقا چقدر کرم میکنه، چقدر آقا سفره های با برکت پهن میکنه، سفره های با برکت پهن میکنه. به حد حضرت آقای امام حسن مجتبی کرم داشته که خیلی قصه جالبه، خب علما حتما خبر دارن، ما اشاره میکنیم به او. میگه مسافر مؤمنی رفته بود، دید یک پیرمردی در یک باغ بیل میزنه و عرضم خدمت شما عرق میرزه، خیلی داره زحمت میکشه، رفت کنارش. وقتی ناهار شد خواست در سفره او شریک بشه، خب مسافر بوده، خواست در سفره او شریک بشه و از آتش و تشنگی یا گرسنگی کمی نجات پیدا کنه. رفت دید که پیرمرد وقتی موقع ظهر شد یا نهار شد، بخچه خود را باز کرد، از بیان بخچه چند تا لقمه نان خشک جوین آورد بیرون و این رو با آب خورد. گفت که پیرمرد دیدم خیلی زحمت میکشی، خیلی داری زحمت میکشی، دلم به حال سوخت. من گفتم بیا من سر سفره تو یک کمی بهره برم، اما دل من بیشتر به حال تو سوخت. بیا بریم شهر، در یک خانه یک سفره پهن است، اونجا هر دوتاییمون یک شکم سیری از عزا در بیاریم. کدام خانه رو میگی؟ گفت ها اونجا خانه است به نام حسن ابن علی کریمی، این شهر همه میداره. آقا امیر مؤمنان فرمود خب شما برو، من مثلا فرصت ندارم. خودش فهمید، گفت اون خانه فرزند من، خانه کرم است، خانه کرم خانه خود آقا امیر مؤمنان است. البته آیه بعدی شاید اشاره به خود کارهایی داره که خود آقا امیر مؤمنان انجام میده، اما میخواستم اینو بگم که این روز مربوط به یک صاحب کرم است که او آقای کریمی همه ما و شماست، آقای همه دنیاست در کرامت، آقای همه مؤمنان است در کرامت. یک قصه خیلی زیبا داره، بعد نیست اشاره کنم. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام گذرش افتاد به باغی یا به باغ بستانی افتاد، دید بنده سیاه چرده داره غذا میخوره، یک لقمه خودش میخوره، یک لقمه به اجلکم الله سگی که جلوش هست میندازه. گفت نگاه کردم، تعجب کردم، گفتم که این چه کار است که میکنی؟ گفتم که میگه این برده سیاه چرده، گفت که غلام سیاه چرده، گفت که بله من آمدم غذا بخورم، دیدم سگ من دیدین دیگه، سگ آمد جلو من، خودش راست کشید، پاش دراز کرد، من میخوردم و اون نگاه میکرد و میدونم که گرسنه است، مرتب زبانش رو دور لبایش میچرخاند. دیدم گرسنه است، یک لقمه خودم میخورم، حیا کردم من بخورم. ببینید حیا کردم من بخورم و گرسنه باشم. یک مؤمن، یک مسلمان واقعا از این که خودش بخورد و همسایش و دوستش و مؤمن دیگر نداشته باشه حیا میکنه. اونم این مؤمن در حد درجه بالای از معرفت بوده که یک حیوان را دلش نیامده حیا کرده من بخورم و این گرسنه باشه. لذا یک لقمه رو دادم، یک لقمه رو خودم میخورم که گرسنه نمونم، از گرسنگی نمیرم و کار کنم، و لقمه دیگرم به این حیوان، به سگش میده. امام حسن مجتبی علیه السلام سوال میکنه که تو متعلق به کی هستی؟ برای کی هستی؟ اینجا چی میکنی؟ گفت آره من غلامی مربوط به ابان هستم. ابان ابن عثمان میگه.
مربوط به اون شخص هستم و اینجا دارم کار میکنم. امام فرمود گفت یا ای غلام، گفت لحظه صبر کن، همینجا باش تا من برگردم. عرض کرد حالا چون امام را نمیشناخت گفت که من همینجا هستم، جایی ندارم که برم، کار میکنم صبح تا شب، باغداری میکنم، بلزنی میکنم، درخت را آبیاری میکنم و کارهای دیگه انجام میدم، جای دیگه ندارم، شاید برای استراحت اگر برم. امام علیه السلام، آقای امام حسن مجتبی که میگن معروف به کرم هست، از همینه. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رفت و برگشت، گفت ای غلام، شما را من از مالکت از ابان خریدم و آزادت کردم. یک عبد این چنینی، یک غلام این چنینی، گفت خدا را شکر خرید، خدا را شکر. آقا اصلا دعب ائمه هدی علیهم صلوات الله این بوده. معمولا این بار دیگر من از علما شنیدم و دیدم، معمولا ائمه اطهار از غلامان به عنوان مبلغان دین استفاده میکردن، از غلام ها به عنوان مبلغان دین و پخش و نشر احکام و معارف اسلامی استفاده میکردن. هر سال غلام های را میخریدن، بعد از اینکه یک سال یا بیشتر یا کمتر در خانه اونها بود، اونایی که مستعد میشدن اینا رو در راه خدا با مقدار مال و اموال آزاد میکردن که اینا برن از اسلام و دین تبلیغ بکنن. و راستی هم همینطور بوده. بارها دیدیم مثلا قنبر غلام علی، خود حضرت قنبر یک مبلغ دینه و خیلی های دیگرش. و این بنده خدا رو قبل از این که من بگید شما بیا یک سال پیش من غلامی کن و بیا شاگردی کن تا به تو درس بدم، دید که این معرفتش بالاست، درکش بالاست، همونجا در جا آزادش بکنه. بعد گفت که خب خدا را شکر، یا به قول معروف دست شما درد نکنه. گفت علاوه بر اینکه تو را آزاد کردم، این باغ را هم از صاحبش خریدم و به تو هدیه کردم. بازم گفت خدا را شکر، بازم گفت خدا را شکر. اینه که امام حسن مجتبی علیه السلام تبدیل میشه به کریم اهل بیت اسمت طهارت. موارد خیلی زیادی داره که دشمنان حضرت از جمله مروان بن حکم، شاید یکی از حق‌ترین و عنودترین انسانها و دشمنهای اهل بیت اسمت طهارت باشه که بارها با خاندان پیغمبر مبارزه کرده و جنگیده، اما نسبت به امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی میرسه میگه من از این آقا عظیمتر و بزرگتر در مدینه سراغ ندارم، از این آقا کریمتر در مدینه سراغ ندارم. اصلا اون میشناسه. دشمن انسان را خوب میشناسه. و قول یک از اساتید ما میگفت از همه ما و شما کرده بیشتر شیطان خدا را بیشتر میشناسه و خوبتر میشناسه، چون دشمن خداست. دشمن خود را خوب میشناسه. دشمن اهل بیت اسمت طهارت، عظمت اهل بیت اسمت طهارت را خوب میشناسه. همین مروان ابن حکم یک زمانی که تحت فشار قرار گرفت و خواست او را بکشه، دشمنانش خواست بکشن، میدونی کجا پناه آورد؟ باز به خانه اهل بیت اسمت طهارت پناه آورد. گفت دید که راهی یا پناهگاه غیر از این خانه وجود نداره. متوسل به امام زین العابدین علیه السلام. این خاندان کرم و آقای امام حسن مجتبی کریم اهل بیت اسمت طهارت. خب آیه بعدی اینطور صدقات فنعمه و اخوها که شرایط دیگری انفاق رو بیان کنه باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.